رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز میگه نماز خواند و چهره مبارک طرف مردم کرد، گفت یا ایها الناس، ای مردم، گفت لكل شیء حساد و حساد امتی بین الستین و سبعین او کما قال. گفت ای مردم، حساد گفتنی در کلمه عربی چیندن و بریدن میگن. گفت هر یک درخت اگر بپسه میبرنش، اگر میوه بپزه میچیننش. گفت نیکی گفت چیندن امتی ما بین 60 تا 70. گفت دیاتون باشه، گفت در عمری که تو عمرتون گفت بیهوده نگذرانین، با نماز روزه مشغول شین که یک روز زمانی میشوه گفت یک نشانه قیامت همه که الموت یتبختتن و القبر صندوق العمل. این روزا ما در جنازه زیاد میریم، یک مرده که 80 ساله را گور میکنیم، در بینش 5 تا 25 29 40 35 60 گور میکنیم. با 5 تا بعد یک 70 گور میکنیم، با بعد ایو 5 تا دیگه 25 40 30 52 گور میکنیم. اینا در همه ما و شما دیدیم. اون روز یک بچه خدا رحمتش کنه، عیسی گفتنی بچه در همین رای چی میآید سوار میشه، 4 کس در جیش میزنه، خودش میبره و 3 کس زنده میمونه. بچه یاشتی 28 ساله بین میره. یک تجربهش میگه که اوچش میگه بیا دختره گپ زدم که بیا توید میکنم. مالش میگه بلیت بگی بچم همه تیاره دیگه یگان چی در کنه چیزی میکنی بخی بیا. میگه بلیت هم میگیره، باید 2 ساعت بعد تاکسی بیاد برای و سوار شو برای ایرپورت. 3 ساعت بعد دیگهش بپره. تاکسی زنگ میزنه که 2 ساعت بعد میون تیار شه. بچه ها میگن چو میگینی همینجا بیا $100 کیرا کشته $100 دیگه کار کنیم، همینجا یک کالو دیسه بکنیم تو 20 همونجا کالو دیسه ما میکنیم تو $100 دیگه میگیری باید چیزی میشوه. میگه یک دفعه که مرد که سراغش میه در همون تایق قبل میمونه تو میبرورنش که میبره جنازه ش میاره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که شما گفت امت ما گفت دور نمیره. میگه دورای حضرت سمود و عاد و قوم عاد، پیغمبر سمود گفتنی پیغمبر بود. میگه اومد یک زنه گفت که همین بچه ما گفت 9000 سال عمر دیدم، آتش 11000 دیده گیه، همین خود 6000 عمر دیده، همین را دعا که 4000 سال دیگه خدا بتشت پیغمبری ترا خدا گوش میکنه. بعد پیغمبر سینی میگه مادر چند هزار سال عمر داره؟ میگه 6000. میگه کافی نیسته؟ میگه نه. میگه آتش 11000 سال عمر دید. میگه ای مادر زمانی میشوه محمد صلی الله علیه و سلم اون پیغمبری میویه امتش ای 60 70 سال زیاد عمر نمیبینه. نه که در همی عمرشون ایامی دنیا سیر میشوند، ایامی دنیا عدلش از زن و بچه های همه چی میمونه. ایاکا و دودر خش تابوری دیگه دنیای شیرینی دنیا دیگه. میگه پروردگار ما با همین روزا بسیار شدیدیم، خدایا جان ما بگی. گفت دیگه هیچ کلمون امروی ما برفتن. گفت او آدمایی که مرا قدر ما میدونستن برفتن. من بچه‌ای که او را فوق ما در فوقش میمونم، جان ما در جانش میتم، امروز صاحب زن و بچه میشه مرا نگاه نمیکنه. ما دیگه دودر حکم چی خفشم، ما همسایه چی دیگه گیله کنم؟ ای مادر خدا جان ما بگی. میگه گیره میکنه. اون روز از شبکه‌های تیرل یک مصفه دیدم، قطعی زنش کور شده، شوش خودش پیر شده. میگه اینا بچه ما چند ساله نمیاد، سراغم نمیکنه، خبرم نمیگیره. گوی مادر جان او گفت راضی میشوند چی بهت راضی؟ گفت که او چه خیلی اومد بوده که در 60 سال 70 سال بعد کی بود